در ساحل دریای سرخ ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان که اساساً تاجیکان زندگی میکنند، در اساس قرار پرزیدنت ازبکستان از جانب فدراسیون اتفاقهای کسبه ازبکستان استراحتگاه سالمگردانی بچه‌ها برپا کرده شد که قیمت لایحه‌ای آن نزدیک 30 میلیارد سوم را تشکیل می‌دهد. استراحتگاه دارای همه قلعه‌ها بوده برای 200 نفر نگرانده شده است و جهت اهمیتناکش در آن است که در مراسم به استفاده سپاری استراحتگاه هیئت حکومتی، اعضای پارلمان، عالمان، شاعران، روزنامه‌نگاران، رهبریت اتفاقهای کسبه، صنعتکاران مردمی کشورهای ازبکستان و تاجیکستان شرکت ورزیدند. دلیگاسیون تاجیکستان تحت رهبری رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان ملکشو نعمتزاده و صنعتکار پسندیده مردم تاجیک و ازبک، ارتیست خلقی سابق اتفاق شوروی جورابک مرادوف به ناحیه سوخ آمدند و آنها را در فرودگاه ناحیه معاون حاکم ولایت فرغانه جمشید حاتمов قبول کرد. مهمانان عالی قدر را مردم سعادتمند سوخ با مهر و محبت بی‌پایان و صمیمیت خاصه پیشواز گرفتند. تاجیک ازبک ایت بلند ترنا گرفت. خان خرین داشتی شعار است کولیده بیرق گرفت. پیشوای ملت تاجیکان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب علی محترم امالی رحمان با سفر رسمی و کشور دوست و برادر به جمهوری ازبکستان آمد و در یک سطح بلند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت را پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت میرمانویچ میرزیایف مثل یک برادر قرین و دوست عزیز قبول کرد و در یک سطح بلند چاره‌بینی های دایره سفر رسمی برگزار گردیدند و همگان میدانیم که در عرفه برگزاری این سفر رسمی ده ها چاره‌بینی های دیگه پیش بینی شده بودند. در آنجا عالمان به هم آمدند، صاحبکاران به هم آمدند، دایره های فرهنگی به هم آمدند، موافقت ها کردند و یک بسته خیلی خوبی حجت ها بر خاطر همکاری های من بعده و باز هم رشد این همکاری ها به امضا رسانده شد. حتی بیش از 70 حجت تنها بین صاحبکاران به امضا رسانده شد که نزدیکی 1 میلیارد دلار را در بر میگیرد. من میدونم که در یک 5 ساله که زیر رهبری این مرد شریف بود چقدر کشور برادری ازبکستان ما چقدر پیشرفت کرد، چقدر دستاوردها کرد و ما نیز در نوبت خود تاجیکستان عزیز در طول 30 سال صاحب استقلالی ما توانستیم که یک کشور نو بسازیم، چهره دولت سرزمین خیش دیگر کنیم، مردممون سطح صفت زندگیش بالا بریم، سطح کم بی‌زاتی را خیلی پایین بریم و امروز دیگر شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شناخته نمی‌شود. یک شهر زمانوی و تمام طلبات جوابگو و سر و پا گلپوش است. برای همین من افتخارمند هستم که امروز در این مکان هستم، در این مکان تاریخی سوخ باستانی. من باور دارم که امروز من چندین با دوستای دیگه میام و البته پیش از همه با پرزیدنت محترم جمهوری ازبکستان برای فضای فراهم آورده اظهار میnnadorgi میکنیم. البته این از همون سیاست خردمندانه دو رهبر برآمد، چون که رهبر دولتی ما پیشوای معظم ملت در همه جلسه های حکومت و جلسه های کاری همیشه تاکید میکند، همیشه دستور میداد که با دوستان و برادران ازبکستانی خود در سطح بلند همکاری را برآورید. دلیگاسیون تاجیکستان و ازبکستان به مرکز سالمگردانی بچه‌ها رفتند و به شرایط این مرکز از نزدیک شنا شدند. واقعا در مرکز مذکور برای نسل نورس همه شرایط فراهم آورده شده است. آثارخانه، میدان ورزشی، آمفی‌تئاتر، حوض، آشخانه، نقطه‌های استراحتی، خوابگاه زمانوی، صنفخانه‌های حاضر زمان مرکز سالمگردانی بچه‌ها به اختیار فرزندان خوشبخت زمان سپرده شد. وقتی وارد آثارخانه می‌شوید به عصرهای پیش از میلاد سیاحت می‌کنید، زیرا ناحیه سوخ تاریخی کهن دارد و طبق معلومات اولین باشیشگاه آدمان ابتدایی در حدود آسیای مرکزی این غار سلیغور ناحیه سوخ می باشد که به دوره اولی برنج راست می آید. من امروزها با غمخواری حکومت ازبکستان پیش از همه با رهبری پرزیدنت کشورمان محترم شوکت میرمانویچ میرزیایف در این دیار کوچک ما یعنی سوخ باستانی بینای کودکان قد افراخت. از این خاطر من از نام تمام جوانان سوخ زمین با پرزیدنت کشورمان محترم شوکت میرمانویچ میرزیایف منتداریمان را بیان میکنم. من امروز در محفل ما یکی از حافظ شناخته جمهوری تاجیکستان جورابک مرادوف حضور دارند. قدمشان مبارک باشد. بگذار همیشه دوستی خلقهای ما و خلقهای تاجیکستان و قرقیزستان ابدی باشد. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است،
مشکل آسان کن کسان را گم مکن. در چاره‌بینی فرهنگ فراغتی دلگاسی تاجیکستان شرکت ورزید و رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان ملکشاه نعمت‌زاده به سخن برآمده ذکر نمود که مایه همبستگی ناگسستنی مردمان تاجیک و ازبک از قرنهای خیلی قدیم منشأ می‌گیرد و پیوسته تحکیم می‌یابد. سیاست خردمندانه دو راهبر عاقل و دوراندیش مساعدت کرد که در یک مدت کوتاه روابط به سطح خیلی بلند رسیده در همه ساحه‌ها همکاری متقابلا سودمند گسترش تازه پیدا نماید. از جانب فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان به مکتب‌های ناحیه سوخ کتاب‌های درسی و ادبیات‌های بدیعی با زبان تاجیکی تقدیم کرده شد. استاد صنعت تاجیک جورابک مرادوف پاشا توسط سرودهای دلانگیز خود به تدبیر فیض و تراوت دیگر بخشید و دل اشتراکداران چاره‌بینی را لبریز از شادی و فرح ساخت. جورابک مرادوف را امروز مردم تاجیک و ازبک همچون پل دوستی بین این دو قوم معظم اعتراف کردند و واقعا صنعتکار در سرودهایش بیشتر دوستیگری تاجیکان و ازبکان را که اساسگزارش مولانا جامی و حضرت نوایی می باشند ترنم می سازد. سپاس و سرود و درود و نوا به همه شما. ما از تاجیکستان عزیز همه مهر و محبتی هموطنان، مهر و محبتی تاجیکستان آوردیم، مهر و محبتی ازبکایی که در تاجیکستان زندگی میکنن. تاجیکستان اولی دور من ازبکیم گفتا پسر راست گویم هر کدام سوگلیم در جان قدر. ممکن نه این دوستی گم کردن چون ما از حضرت جامی و حضرت نوایی این رشته طلایی ماندگی ما حقوق نداریم این دوستی خیانت کنیم. برای همین تاجیک و ازبک این از قدیم دوست، از قدیم برادر، اینا جدا کرده نمیشه. گوشت و ناخن از قدیم تاجیک و ازبک ایت بلند ترناق ایرر قان قرین داشته شیارش پولیده بیراق ایرر. سردار دولت تاجیکستان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به ازبکستان آمدن. اون کسی آمدنشان همین 10 میلیون تاجیک آمدگیش حساب دیه. وقتی که شوکت میرامانویچ تاجیکستان بیان 33 میلیون ازبکستان آمدگی حساب. برای همین قدم ها شد قدم های نیک، قدم های صلح، قدم های آبادی. سوخ یک ناحیه دورترین کوهستان دیه. یگان زمین جای خالی نی. مهنت عالی جناب مهنت کش تاجیک و ازبک مهنت کش. تاجیک و ازبک ازلدن دوستی جانی بود و هست. بربریگه قانقرین داشتک شیارش بود و هست. میتوان گفت که تشکیل این گونه چاره‌بینی و اشتراک دلگاسی تاجیکستان در آن برای رشد و گسترش مناسبت‌های دوستی و همجواری و به منفعت مردمان هر دو کشور نیک نظر خواهد بود. در مراسم به استفاده سپاری مرکز سالمگردانی بچه‌ها به یک گروه مسئولانی که در آزمون از جانب فدراسیون اتفاقهای کسبی ازبکستان اعلام گشته شرکت ورزیده غالب شدند، مکافات‌های پولی و همچون تحفه پرزیدنت اتومبیل‌های استحصال ازبکستان در وضع متنتن تقدیم کرده شد. جهانگیر صابرов مشهور حسنبایف از ناحیه سوخ ولایت فرغانه مخصوص برای شبکه تلویزیونی 7 ستاره جمهوری تاجیکستان عزیزی دیلم زلیخا باور نکن که لحظه از غافلم زلیخا